به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، قرآن عظیم الشان یک کتاب اخلاقی و راهنمای تمام بشریت در هر یک نکته برای ما و شما تعلیمات داره. خداوند مهربان میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یسألونک عن الخمر والانصاب قل فیهما اثم کبیر. الآیه. خدای مهربان به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: ای پیغمبر، مردم تو را از عرق و از قمار بازی سوال میکنن، میپرسن. برای اونها بگو که عرق و هر چیزی که در عقل انسان ضرر داره، ایره شریعت اسلام خمر میگه. خمر فقط عرق نیست، نشأمندی هر چیزی که در عقل انسان ضرر میکنه، عقل انسان ضعیف میکنه، عقل انسان ناکام میکنه، ایره خمر میگن. میدروی عرق، میدروی مقصد در گروه عرق نشأمندی هر چیزی که در مواد مخدرات هسته، اینها را خمر میگن. ضرر اینها را قرآن برای ما و شما میگه که پیغمبر ما به مردم بگو که هر دی اینها، یکی عرق نوشی و نشأمندی، دوم قمار، اینها بی نهایت گناه کلان و ضرر زیاد دارن. از این آیه فهمیده میشه و که حکم نشأمندی در شریعت اسلام حرامه. اجماع علما اهل سنت و جماعت 4 مذهب بر مواد مخدر حرام بودنش اعتقاد دارن که این حرام است. حرام بودنش از چه جهت؟ هر چیزی را که شریعت اسلام نگاه کرده است که به سلامتی ما، به جسم ما، به اخلاق ما ضرر داره، او را حرام اعلام کرده است.